یک دقیقه با جامعه جمع. امروز میخوام راجع به این موضوع باهاتون صحبت کنم که چطوری جلوی دوربین راحت باشیم. اولین نکته اینکه نیاز نیست مدل باشید، خودتون باشید. قشنگترین جستا همون حالت طبیعی و رئال خودتونه. نکته دو، سعی کنید جلوی دوربین خیلی تمرکزتون به لنز عکاسی نباشه. سعی کنید تمرکزتون بیشتر به هم دیگه باشه. اینجوری عکستون خیلی طبیعی‌تر و قشنگ‌تر میشه. نکته سوم، با عکاس و فیلمبردارتون احساس راحتی بکنید. فکر کنید خیلی وقت اونا رو میشناسید و نیاز نیست باهاشون معذب باشید. این حس راحتی باعث میشه که خیلی بهتر کارتون پیش بره. نکته 3 گفتی؟ حالا من 4 بگم. نکته 4، برای عکاسی سعی کنید عجله نکنید. یه نفس عمیق و آرامش کیفیت عکستون رو چند برابر می‌کنه. نکته پنجم، به راهنمایی عکاس و فیلمبردارتون توجه کنید. یه وقتی مثلا عکاس به عروس مادام میگه این جستو بگیرید، این کارو بکنید، عروس میگه که اونجوری بهتر نیست، اون کارو کنن بهتر نیست. مطمئن باشید عکاس و فیلمبردارتون با توجه به تجربه‌ای که دارن بهترینا رو به شما پیشنهاد میدن. نکته 6، از اشتباه کردن نترسید. اصلا استرس این موضوع رو نداشته باشید. بعضی وقتا یه اتفاق غیر منتظره یا یه خنده میتونه قشنگ‌ترین عکس رو برای شما ثبت کنه. خب اگر بخوایم یه جمع‌بندی کلی برای این ویدیو داشته باشیم، هدف ما از عکاسی و فیلمبرداری روز عروسی ثبت احساسات واقعی اون روزه، نه ساختن عکس‌ها و فیلم مصنوعی. و نتیجه چیزی خواهد بود که شما وقتی بعد از چند سال این فیلم رو نگاه می‌کنید لبخند بزنید.